به نام خدای بخشنده مهربان. سلام شاگردکایم، سلام نازنینا، سلام قندولکا و سمندولکا. چطور هستین؟ خوب هستین؟ میبینم چقدر شاد و پر انرژی هستین. آمدین که یک روز جدید درس نو یاد بگیرین. چی شوین؟ دانا و هوشیار. خب بیاین که درس گذشته را یک مرور بکنیم. درس گذشته ما چی بود؟ بله، ستاره بود، هی دو چشمه بود، هی چی بود؟ هی دو چشمه، ای گردک و هی دنبک، مثل هوا، بهار و ستاره و مهتاب بود. و همچنین من یادم نمیره تشکر کنم از کسایی که به من جواب کامنت دادن و همچنین کارخانگی هایشان روان کردن. خب شاگردکای خوبه، بریم به درس جدید. زیاد شما را منتظر نمیمانم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صنف اول مضمون دری درس 43. درس چندم؟ 43. عنوان یا یاسین. پس بعد از هی دو چشمه چی میآید؟ یا میآید. صفحه 94 و 95 کتابتان باز کنین. خب شاگردکایم، در تصویر کتابتان چی میبینین؟ بله، یک مرد بسیار زحمتکش. در کجا هست؟ در یک نجاری. او کی است؟ نجار است. ببینیم قصه نجار امروز ما چی است؟ نامی از او چی است؟ یاسین. یاسین. نام قصه امروز ما چی است؟ یاسین. پس بیاین که درس بخوانیم. یاسین. یاسین نجار است. یاسین نجار است. او دکان نجاری دارد. یاسین از چوب، یخ، میز و چوکی می سازد. خب ناظرینا یاد گرفتین؟ خط سوم از سر میخوانم. یاسین از چوب، یخ، میز و چوکی می سازد. یاد گرفتین شاگردکایم؟ آفرین به شما. پس ما فهمیدیم قصه یاسین چیست. یاسین یک نجار است. او چی میکنه؟ نجاری. چی میکنه؟ نجاری. و از چوب چی میسازه؟ یخ میسازه. دیگه چی میسازه؟ چوکی و میز. پس ما فهمیدیم که نجار چی چیزها میسازه. بریم به قسمت دوم درس خود که یا و الف است. یا و الف با حرف های دیگه یک جا کنیم چی به وجود می آید؟ یا و الف با واو ر یک جا شد چی میشه؟ یاور. یا الف با واو ر یک جا شد چی میشه؟ یاور. اگر یا و الف با سین یا نون یک جا شد چی میشه؟ یاسین. بله، یاسین جان یکی از شاگردای بسیار لایق و زحمتکش ما. خب یا الف با سین، میم یا نون یک جا شد چی میشه؟ بله، یاسمین جان میشه. او هم شاگرد چی است؟ باهوش و با استعداد. خب نازنینا بریم به قسمت بعدی درس خود. حجاب بازی داریم. چی داریم؟ حجاب بازی. یوسف. ببینیم یوسف چند حجاب میشه؟ یوسف. یوسف چند حجاب شد؟ 2 حجاب. آفرین. جواری چند حجاب میشه؟ 3 حجاب. جواری. میبینیم چند حجاب شد؟ 3. باز با ما تکرار کنین. جواری. جواری چند حجاب شد؟ بله، 3 حجاب شد. کلمه سوم چیست؟ کلمه سوم نیشکر. نون یا شین کافره چی میشه؟ نیشکر. بیاین که جا بازی کنیم. نیشکر. نیشکر چند حجاب شد؟ بله نازنینا، 3 حجاب شد. بریم به صفحه بعدی کتاب خود. صفحه 95 کتاب ما. در صفحه 95 ببینیم به ما چی گفته. گفته که درس یا را خوب بخوانین. یا کی است؟ به هر رنگ سرخ در کتابایتان نشان داده شده. پس او را خوب یاد بگیرین. خب گفته که در قسمت آخر کتاب به شما گفته که به این تصاویر نگاه کنین و در مورد زینا صحبت کنین. خب ما اول این تصویر انتخاب میکنم و چی است؟ زینه. زینه. وقتی که میگیم زینه، آیا شما صدای یا را میشنوین؟ خب صحیح است که میشنوین. پس یا در کجا میآید؟ بله، در وسط کلمه میآید. خب به تصویر دوم ببینیم چی است؟ ماشین خیاطی. ماشین چی است؟ ماشین خیاطی. شما در خانه تان دارین؟ به به، میبینم شاگردایم در خانه ماشین خیاطی دارن. البته از کی است؟ از مادر جانشان. مادر جان چی میکنه؟ خیاطی، لباس های مقبول میدوزه. خب نازنینا تصویر آخر چی است؟ یک شادیگک است. چی است؟ یک شادی. خب شما وقتی که میگین شادی صدای یا در کجا میشنوین؟ بله، در آخرش میشنویم.
شادی که میگیم صدای یا در کجا میاد؟ آخرش میاد. شادی در کجا زندگی میکنه؟ پس شما جواب مرا در کامنت بگوین. خب نازنینا، کارخانگی نوشتاری شما چیست؟ یک صفحه یا نوشته میکنین، به ایمیل آدرس ما روان میکنین. خب نازنینا، یادتان نره که صفحه که ما را لایک و سابسکرایب کنین. تا دیدار بعد شما رو به خدای پاک میسپارم. خدا نگهدار.